خبرگزاری رسمی حکومت تاجیکستان اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور روز 25 ینور سال 2024 در یک گزارش درباره نتیجه های جلسه جنبسته سالانه حکومت جمهوری که روز 24 ینور دایر شد به صورت برای مطبوعات رسمی تاجیکستان خیلی کم سابقه به جای ذکر و توصیف معمولی دستاوردها موضوع در سال گذشته به بودجه دولت وارد نشدن صدها میلیون سومانی از پول انداز را دامن زده است. خاور با استناد به خدمات مطبوعات پرزیدنت می نویسد که در سال سپری گردیده از حساب اجرا نشدن نقشه جمع‌آوری اندازها تنها از جانب اندازسپارندگان عظیم به بودجه دولتی 170 میلیون سومانی وارد نشده است. در این دوره از جمعیت سهامی شرکت الومینی تاجیک 17.4 میلیون سومانی، تاجیک تلکوم 12.7 میلیون، تالکو گولد 18.4 میلیون سومانی، نیروگاه برقی آبی سنگتودا 5.5 میلیون سومانی، شرکت های مبیلی 192 میلیون سومانی و دیگر کارخانه ها واردات انداز تامین نشده است. پرزیدنت امامعلی رحمان در مجلس وسیع حکومت همچنین از اجرا نشدن نقشه انداز از ذخیره های طبیعی اظهار نگرانی کرده گفته است سال 2023 با وجود در سطح 103.5% اجرا شدن نقشه درآمد بودجه دولتی، صفتناکی آن از حساب اجرا نشدن نقشه انداز از ذخیره های طبیعی در حجم 217 میلیون سومانی تامین نگردید که این اندیشیدن تدبیرهای علاوگی را طلب می کند. این چنین می نویسد خاور در بعض شهر و نویه های مملکت اجرا نگردیدن نقشه جمع‌آوری انداز و پرداختها تشویش آور می باشد. برای مثال نقشه جمع‌آوری انداز و پرداختها در شهر راغون 20.2%، در نویه درواز 8.4% تامین نگردیدند که از این حساب به بودجه 38.4 میلیون سومانی وارد نشد. همچنین در 12 شهر و نویه های ولایت سوخت، 9 شهر و نویه ولایت ختلان، اکثر شهر و نویه های ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر و نویه های تابع جمهوری اجرای نمودهای علایده انداز تامین نگردیده است و از این حساب بیش از 200 میلیون سومانی مبلغ به بودجه دولت وارد نشده است. خاور در گزارش می افزاید با وجود سپارش های تکراری دایر به کم نمودن بقیه های انداز، همچنین آن به حالت اول سال 2024 به 86 میلیون سومانی رسیده نسبت به سال گذشته 77.5 میلیون سومانی یا 10.6% زیاد گردیده است. گفته می شود پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه حکومت به وزارت مالیه سپارش داده است که یکجا با کمیته انداز، مقامات محلی و کارخانه ها اجرای باصفت و پوره قسم درآمد بودجه را در سال 2024 تامین نمایند. این چنین در همکاری با کمیته انداز، خدمات گمرک، وزارت و اداره های دخلدار و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی با مقصد دریافت منبع های نو درآمد به بودجه، کم نمودن بقیه پولی های انداز و پیشگیری پیدایش بقیه پولی های نو تدبیرهای مؤثر اندیشند. اما خاور در گزارشش درباره کروپسیا همچون یک عامل تا بودجه دولتی نرسیدن صدها میلیون سومانی پول انداز و باج و خراج و پرداخت‌های دیگر چیزی نگفته است. انتقاد امامعلی رحمان و خاور از سطح جمع‌آوری انداز در حالی است که بنا به اصابات رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده در جلسه وسیع حکومت سال 2023 از حساب اندازها و پرداخت‌های داخلی به بودجه دولتی 26.8 میلیارد سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشان دهنده های پیش بینی شده 1 میلیارد و 720.8 میلیون سومانی زیاد می باشد. اجرای نقشه اندازها و پرداختها به گفته دولتزاده در ولایت مختار کوهستان بدخشان 104.8%، ولایت ختلان 105.1%، ولایت سوخت 104.5%، شهر دوشنبه 104.8% و در شهر و نویه های تابع جمهوری 100.9% تامین کرده شده است. دولتزاده نصرت الله مقیم یکی از کادرهای غرق نشونده حکومت کنونی تاجیکستان به شمار می رود. او 15 ینور سال 1962 در نویه سویت هلو تیمور ملیک به دنیا آمده. از 16 ینور سال 2009 اینک بیش از 15 سال باز رهبری کمیته انداز تاجیکستان یکی از منصب‌های از همه رفغنی در حکومت این جمهوری را در دست دارد. انتقادها از دولتزاده در حالی است که اخیراً دیگر باره سر و صداهای درباره احتمال از این وظیفه رفتن او پیدا شده است، ولی گفتنی است که چنین آوازها چندین سال باز پیدا می شوند، ولی به نصرت الله دولتزاده میسر می شود که حفظ کرسی را برای خود باز تامین کند.